بله سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید بزرگوار. سلامت باشید. بیننده عزیز خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من علی هستم، از ایران مزاحمتون میشم. آقا علی از ایران، بفرمایید برادر عزیز. جناب انصاری، حال شما خوبه؟ سلامت باشید، بفرمایید. بزرگوار، من می‌خواستم اولا که خدمتتون عرض کنم که اینایی که تماس میگیرن از این بیننده قبلی که از شما توضیح میدادید میگفت مرغی پا داره، فقط صرفا اینا، چون من الان 47 سالمه، شاید بگم 30 ساله توی منبره اینا هم نشستم، ولی الان میدونم که احساسی ترین آدمایی رو که من میدونم نسبت بدیم ما ایرانی ها هستیم که فقط به احساس داریم برخورد میکنیم. بله الله المستعان. متاسفانه انگاری که وقتی شما دارین این توضیح رو میدید انگاری که میخوان بیان علی رو، حسین و دین و قرآن و همه رو از اینا بگیرن، نمیخوان قبول کنن که دارن اشتباه را میرن. درست. امیدوارم که خدای سلامتی به همه ما از لحاظ عقلی بده. آمین. خدا و قرآن و رسولش رو بهتر بشناسیم، چرا که اگر نشناسیم و بمیریم عذاب سخت در انتظارمون هست. درست. تشکر از شما آقا علی بزرگوار. الله متعال خواهش میکنم. من خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. فقط یه سوالی داشتم از نهج البلاغه، اگر لطف بکنید بتونید جواب بدید ممنونتون میشم. بفرمایید. قربان، من که نهج البلاغه رو داشتم ورق می‌زدم، در نامه 24 که همون وصیت‌نامه حضرت علی هست، بله، بخش دوم اون پایین نوشته، این خود نهج البلاغه هست، نوشته و زنهای غیر عقدی من که من با آنها بودم و یا از من حامله شدن. اگر صاحب فرزندی شدن که بهره اونها باد، اگرم بمیرن اونها دیگه کنیز نیستن، آزادن. من میخواستم منظور از این زنهای غیر عقدی چه شکلی بوده، منظور چه زنایی بوده؟ باش چشم. لطف کنید جوازید، ممنون، سپاسگزارم. باش چشم. تشکر از شما. انشاءالله که خداوند به شما و همه عزیزان سلامتی کامل عنایت کنه انشاءالله. زنده باشید. تشکر از تماستون برادر بزرگوار. الله متعال حفظتون کنه. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. آقا علی بزرگوار، مردم ایران مردم احساساتی هستن، من با این حرف شما موافقم، و مردم دین دوست، اسلام دوست هم هستن، علم دوست هستن. از همین احساسات پاک و از همین دین دوستی مردم سوء استفاده کردن. جای تعجب در این است که امروز یک جوان ایرانی باید بره تورات بخونه، انجیل بخونه. ما خیلی داشتیم در این شبکه تماس گرفتن قبل از اینکه هدایت بشن، میگن ما تورات خوندیم، انجیل خوندیم، کتابای مختلف خوندیم. این نشون میده که مردم ایران، فارس ها عموماً به دنبال طلب علم، به دنبال رسیدن به حق و حقیقت هستن. حالا عده‌ای شاید این راه رو اشتباه برن، اما ما تقریبا شاید بگم که 70% کسانی که اعلان هدایت کردن کسانی بودن که قبل از اینکه به اسلام حقیقی برسن رفتن مذاهب و ادیان دیگری رو هم تجربه کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح مسلم، در روایتی که از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که ایشون فرمودن که لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من الفارس. اگر دین در ثریا هم باشه، در کوکب ثریا هم باشه، این علم رو مردانی هستن از فارس، از سرزمین فارس که این علم رو به دست میارن، یا در همین روایت مسلم میگه او قال من ابناء فارس، از فرزندان فارس. در روایت دیگر از سلمان فارسی روایت شده که این رو هم ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که سلمان فارسی نشسته بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم 3-4 مرتبه این رو تکرار کردن که لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال من هؤلاء.
گفتن اگر ایمان در ثریا هم باشه، کسانی از اینها یعنی از قوم سلمان فارسی این ایمان رو به دست میارند یا در پی این ایمان خواهند بود. همچنین در روایت صحیح بخاری اومده که لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال او رجل من هؤلاء، در مورد سلمان فارسی. و در ابن حبان هم روایتی وجود داره که لو کان الایمان معلقا بالثریا لتناوله رجال من قوم هذا، اگر ایمان معلق در ثریا هم باشه، مردانی از قوم سلمان فارسی آن را به دست خواهند آورد. و روایات زیادی وجود داره که من بعضی از اینا رو در اینجا آوردم. در روایت دیگری در ابن حبان دوباره داریم که میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم، این رو ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که ایشون از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدن که ایشون گفتن لو کان العلم بالثریا لتناوله ناس من ابناء فارس، اگر که علم در ثریا هم باشه، مردانی یا جوانانی از سرزمین فارس، مردمانی از سرزمین فارس به این علم، برای به دست آوردن این علم خواهند رفت. این واقعیتی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث مبارکشون قبل از اینکه سرزمین فارس فتح بشه، ما هم میدونیم که سرزمین فارس در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فتح شد و این شیعیان رافضی، این دشمنان اهل بیت، این سرزمین علم دوست و علم پرور رو انتخاب کردن برای مرکزیت خودشون و متاسفانه بعد از اینکه اینها این سرزمین رو از پاره تن اسلام رو جدا کردن از اسلام، ما میبینیم که غیر از بدبختی برای بشریت و برای خود این ملت چیزی دیگری برمغان نیاوردن. قبل از اینکه صفویت بر ایران حاکم بشه، ما وقتی تاریخ اسلام رو ببینیم، بزرگترین مورخین اسلامی از سرزمین فارس هستند، بزرگترین محدثین اسلامی. اصلا 2 کتاب حدیث صحیح اهل سنت، صحیح مسلم و صحیح بخاری از امام بخاری و امام مسلم که از نیشاپور هستند، از این سرزمین هستند. سنن ابن ماجه از قزوین هست، ابو داود از سجستان یا همین سیستان امروزی هست. محدثین، ادبا، شعرا، زمانی که ایران جزئی از اسلام بود، به جامعه اسلامی فردوسی و حافظ و سعدی رو تقدیم کرد و 10 صدها شاعر و ادیب و نویسنده دیگه. اما وقتی که صفویت بر این سرزمین حاکم شدن، سربریدن، سوزاندن، تجاوز، اهانت، عقد، کینه برای مردم، به جای اینکه بیان محبت و اخوت و برادری رو تعلیم بدن، شما رو به خدا برنامه‌های دینی اینا رو نگاه بکنید، غیر از اینکه آموزش لعن باشه، آموزش حقد باشه، آموزش نفرین باشه، آموزش دشمنی باشه، غیر از این چیز دیگری به مردم یاد ندادن. کتاب‌های دعاشون رو ببینید، برید شما رو به خدا یک کتاب دعای اهل سنت رو از کتاب دعای امام نووی رو، مثلا حسن المسلم رو، کتاب دعایی که در نزد اهل سنت هست، یک کتاب دعای اهل سنت رو بگیرید و یک کتاب دعای شیعه رو بگیرید، این 2 تا رو کنار هم دیگه بذارید بخونید، یک جمله از این بخونید، یک جمله اشیاء اللهم عن فلان، اللهم عن فلان، اللهم علیک به فلان، غیر از این چیز دیگری نیست در کتابشون. و اگه دعای خوبم بکنن آخرش با لعن و نفرین تمام میشه. کتب دعای اهل سنت رو ببینید که دعایی که در قرآن کریم هست، دعایی که از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده، دعایی که اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، دعایی که هم برای خودشون دعای خوب میکنن و هم برای دیگران. اما ببینید در کتاب ها اینا تعلیم حقد، کینه، دشمنی و کراهیت میدن به مردم.